یا مثلا در فیلم زندگی پای داستان پسری را روایت می کند که بعد از غرق شدگی کشتی با ببری بر روی اقیانوس تنها می شود. رابطه او و ببر و ارتباط خاص پسر با خدایی که او را تنها گذاشته است بسیار زیبا و جذاب است. پسر عمق تنهایی را حس می کند. ترس بالا می آید. احساسهای شبیه خشم و نفرت را تجربه می کند و بعد با تنهاییش آشتی می کند. My name is Pai Patel. I have been in a shipwreck. I am on a lifeboat alone with a tiger. Please send help. God, I give myself to you. I am your vessel. Whatever comes, I want to know. یا مثلا در فیلم دیگری با نام دور افتاده با بازی تام هنکس داستان زندگی فردی به تصویر کشیده می شود که بعد از سقوط هواپیمایش در جزیره دور افتاده و خالی از سکنه 4 سال زندگی می کند. در تمام این فیلم ها تنهایی انسان به عمیق ترین نوع ممکن دیده می شود. همان تنهایی وجودی است که به ذات در ما وجود دارد و گاهی با دیدن عمق تنهاییمان در جهان پررنگ می شود. این تنهایی در بیشتر مواقع زمانی در ما به شدت حس می شود که ناگهان به نوعی از زندگی روزمره‌مان محروم می شویم.
آنگاه آگاهی ما از تنها بودنمان در جهان ترسی در ما ایجاد می کند که فراموش نشدنی است و تجربه این تنهایی به خود آگاهی منجر می شود که روابط ما را برای همیشه دستخوش تغییر می کند. اما در اغلب مواقع ما هیچ شناختی بر این بعد وجودی خود نداریم و قبل از اینکه تنهایی را بشناسیم از آن فرار می‌کنیم، چون به شدت مضطرب هستیم. برای فرار از این اضطراب به دنیا و آدم‌ها و اشیا و حیوان‌ها به عنوان ابزارهایی برای دفع اضطراب نگاه می‌کنیم. به همین علت است که معمولاً سالها دست و پا می‌زنیم که رابطه‌های ابزاری را سر و پا نگه داریم و سالهاست که تنهایی را حس می‌کنیم اما به روی خودمان نمی‌آوریم و باز هم تلاش می‌کنیم تا از روبرو شدن با حقیقت اجتناب کنیم. احتمالاً اگر نوع فرار ما تغییر کند و تنهایی را حس کنیم و به عمق ترسمان آگاه شویم، جنس آدم‌ها و نوع رابطه هایی که انتخاب می کنیم و همیشه شکست می خورند تغییر پیدا می کند و می توانیم صمیمیتی واقعی را حس کنیم. صمیمیتی شفابخش که نه از سر نیاز برای رفع تنهایی است، بلکه به خاطر حس کردن آدمی دیگر درست با همین ترس‌ها و تنهایی‌ها در کنار خودمان است. صمیمیتی درست و اصیل در رابطه‌های عاری از نیاز، عشق‌هایی با اصالت فاقد هر گونه نگاه ابزاری و بودن در کنار آدم‌ها بدون توقع از پر کردن چاله‌های تنهایی ما. اجازه دهید تفاوت پذیرش تنهایی وجودیمان و تأثیر آن بر رابطه‌هایمان را با مثالی روشن‌تر کنم. تصور کنید که در دریای طوفانی و بی‌انتها تنها رها شده اید و از این تنهایی و رها شدن بسیار مضطرب هستید. احساس می کنید که هر لحظه غرق می شوید. پس شروع می کنید به دست و پا زدن. در این دست و پا زدن تلاش می کنید که راه نجاتی پیدا کنید و نمی دانید که راه نجاتی وجود ندارد. باید خودتان را به دست دریا بسپارید و رها باشید. آنگاه بدون دست و پا زدن بر روی آب شناور می شوید و دیگر غرق نمی شوید. روبرو شدن با تنهایی چیزی شبیه تجربه آن لحظه کوتاه مدت پذیرش تنهایی است. لحظه‌ای که گویی دست از تلاش برمی دارید، دست و پا نمی زنید، به دریا و عمق تنهاییتان نگاه می کنید و اجازه می دهید اضطراب تمام بدنتان را فرا بگیرد و حقیقت تلخ تنهاییتان را حس می کنید و آنگاه اضطراب به صورت عجیبی کم می شود. شما بر روی آب شناور هستید و حالا احساس می کنید دریا هیچ وقت طوفانی نبود، بلکه دریا بوده. این شما و دست و پا زدنهای شما بوده که توهمی از طوفانی بودن دریا به شما میداده. حالا که آرامتر شده اید و شناوری خودتان را حس می کنید، متوجه می شوید که آدم‌های شبیه به شما در اطرافتان وجود دارند. دریا از آدم‌های شبیه به ما که ترسیده و تنها هستند پر شده. بسیاری از آنها دست و پا می‌زنند و به دنبال دستاویزی برای نجات خود هستند. حالا شما واقعیت آدم‌ها و روابط را بهتر درک می‌کنید.
اگر کسی را در دریا پیدا کنید که شبیه شما شناور است، دیگر به آن شخص به چشم وسیله‌ای برای نجات و ابزاری برای غرق نشدن نگاه نمی‌کنید. دیگر برای نیاز به آن شخص چنگ نمی‌اندازید و از او توقعی ندارید که ناجی شما باشد. شما می‌دانید که بودن در کنار آن فرد تنهایی شما را کم می‌کند، اما به این حقیقت هم آگاه هستید که آن فرد هم در نهایت تنهاست و قرار نیست نیازها و ترس‌های شما را رفع کند. آن وقت است که از بودن در کنار یک فرد دیگر لذت میبرید و این تنهایی عمیق شناور در دریا کمتر می شود. رابطه سالم و عاری از نیاز شبیه به مثالی هست که گفتم. بودن در کنار کسی که صمیمیت با او حال ما را بهتر می کند و واقعیت را تحریف نمی کند. تجربه حس ترسناک تنهایی تجربه سختیه. این تجربه در شرایط خاصی اتفاق میفته یا فرد در معرض تجربهش به صورت اتفاقی قرار میگیرد یا میتواند از درمانگری کمک بگیرد که به او کمک کند و تنهاییش را ببیند و آرام گیرد. در نهایت تجربه هر سه نوع تنهایی به ما کمک می کند که به زندگی با دید دیگری نگاه کنیم و آدم‌ها را از دریچه‌های تازه‌ای درک کنیم. مرزهای مشترک فراوانی بین تنهایی بین فردی و تنهایی وجودی وجود دارد که برای انسجام مطلب از ورود به آن خودداری شد. همچنین تنهایی درون فردی با کمک درمانگر و خودشناسی و آگاهتر شدن فرد به خودش و هویت تکه تکه شده درونیش قابل تجربه است و مهمتر از همه بود از تجربه تنهایی وجودی فرد متوجه می شود که ما همه شبیه به هم هستیم و چقدر به اشتباه در رابطه هایمان به دنبال درمان این تنهایی بوده ایم. فرد متوجه می شود هیچ کس قادر نیست تنهایی وجودی ما را از میان بردارد. انسان ها تنها معجزه های موقت در زندگی موقت ما هستند که شبیه به خود ما از تنهایی وجودی ترسیدند و حالا صمیمیتی اصیل و آگاهانه می تواند التیام بخش این ترس همیشه پنهان باشد.